اگر این آیات ما بررسی بکنیم، اصلا بر بگردیم به قرآن، همش درباره قرآن بگیم، همش از قرآن بگیم، باور بکن یک امنیت و آرامش و یک توانمندی و استحکام و ثابت قدمی میاد تو زندگی من و شما. اصل عقیده است. اگر عقیده درست شد، رفتارهای عادی درست خواهد شد. آثار عقیده تو رفتارها درست خواهد شد، تو قضاوتها، تو دیدها، تو نگاهها، تو تصمیم گیری ها، تو دوست داشتنی ها، تو همه برنامه ها، تو بله گفتن و نه گفتنمون. حالا اگه زلزله شد به خدا فوش میدیم، همون نمازخونا فوش میدن به خدا. اگر بچهش مریض شد، همسایه من گردن کلوف سیبیل کلوف یک رکعت نماز نمیخونه، شب و روز سکرانه، همه بی حجاب بی تقوا، روز به روز داره کلوفتر میشه. منی که 5 وقت تو مسجدم روزه میگیرم، پیشونیمو سیاه کردم، هرچی مریضیست تو خانواده منه، از مریضی فارغ نمیشم. نمازشو به رخ خدا میکشه. هستن یا نیستن؟ اعتقاد ضعیفه. حضرت ایوب چه دعایی کرد؟ انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. کسی که مریض میشه تقاضای شفا میکنه یا نه؟ باید حضرت ایوب میگفت خدایا به من بیماری سختی رسیده، مریضم، سخت بیمارم، طاقت دارم میکنم، طاقت فرساست، تو منو شفا بده. ولی دنباله آیه رو بخون، نگفت منو شفا بده، گفت و انت ارحم الراحمین. منطقیش این بود که بگه، یا طبیعیش این بود که بگه اشفنی منو شفا بده، ولی نگفت، گفت و انت ارحم الراحمین. خدایا به من ضرر رسیده، بیماری رسیده، ولی میدونم که تو ارحم الراحمینی. باورم اینه که تو ارحم الراحمینی نسبت همه بندگانت، حتی با بیماری که براشون میفرستی تو ارحم الراحمینی. شکی در رحم تو ندارم اگر تا آخر عمرم مریض باشم. نگفت شفام بده، گفت من این باورمه که تو رحیمی، رحمانی، ارحم الراحمینی. هر کسی دعای یونس بخونه با خلوص نیت یونس علیه السلام، بنبست و گره زندگیش باز خواهد شد اگر معتقد باشه و با اعتقاد بخونه. لا اله الا انت، تجدید توحید، تجدید بیعت با خدا. سبحانک، تو پاک و منزهی از هر گونه نقائص و عیب و ظلم. آیا حضرت یونس گفت نجاتم بده تو شکم نهنگ زندانی شدم؟ دنبالش هست یا نیست؟ گفت اینی کنت من الظالمین. ادب نگاه کن، شناخت نسبت به الله، به ربش نگاه کن. نگفت منو نجات بده تو شکم نهنگ زندانی بود، فقط کلمه توحید رو گفت، بعد گفت سبحانم، تو پاک و منزهی، من به خودم ظلم کردم. نگفت منو نجات بده. باید به پاکی الله فریاد بزنیم سبحانک، تو پاک و منزهی، لا اله الا انت، کلمه توحید، بعد بگید انی کنت من الظالمین. نگفت منو نجات بده. وقتی ما این مشکلمون حل بکنیم نجات همراهشه. اعتراف به ظلم و تقصیر و کوتاهی کرد، خداوند چه و کلمه توحید رو سر داد و بر پاکی خداوند اعتراف کرد، تسبیح خدا گفت. خدا به نهنگ گفت حالا برو کنار ساحل پرتش کن، دیگه تو حق ندارید. انی کنت من الظالمین. نگفت نجاتم بده،